واقعا دیگه خیلی زندگی برام سخت شده بچه. پول حتی بچه یه خرید ساندویچ الان بچه فکر کنم 5 روزه بچه غذا نخوردم. واقعا خیلی بچه گشنمه و این الیکس چات هم دیگه بهمون ماموریت نمیده بعد از اون ویدیو. خیلی بچه گرسنمه. و بچه کی داره زنگ میزنه؟ شماره ناشناس بچه. الو سلام بفرمایید. سلام محمدی؟ بله شما؟ من الیکس شاتم، همونی که میخواست بهت مأموریت بده. وای آقای الیکس چات شمایید؟ بله، چرا تعجب کردی؟ چون که آقای الیکس چات شما رفته بودی اصلا. ببخشید شرمنده. اصلا شما دیگه خبری از شما نشد. هی، منتظر یه مأموریت خفن برات بودم. پول نیاز داری؟ آره آقای الیکس چات خیلی بچه آقای الیکس چات خیلی پول نیاز دارم. خب پس یه مأموریت میخوام بهت بدم. هرچی باشه قبول میکنی؟ بچه خیلی بچه گرسنمه واقعا. هر چی باشه قبول میکنم. بله آقای الیکس چات هر چی باشه. باید بری از پلیس لس آنجلس دزدی کنی. آقای الیکس چات از پلیس دزدی کنم؟ بله، یه موتور جدید تو پایگاه پلیس آوردن که مال منه و ازم گرفتن. باید اونو ازشون پس بگیری و بهت یه پول درست حسابی میدم که بتونی تا آخر عمر یه ماشین خوب بخری و یه زندگی لاکچری داشته باشی. واقعا آقای الیکس چات اگه پولش اینقدر خوبه من انجام میدم. بعد آقای الیکس چات دیگه لوکیشن رو میزنن میفرستین؟ بله، میفرستم. گوشی که داری؟ بله گوشی دارم. خب اینم از لوکیشن برات فرستاده شد. تا هر وقت موتور رو گرفتی بیار اینجا، ببر یه جایی که من به لوکیشن میدم و اونجا بذار. فهمیدی؟ بله آقای الیکس چات فهمیدم. خب اینم از لوکیشن برات فرستادم. خداحافظ. خدافظ آقای الیکس چات. وای بچه ها همین الان دید اینجا گفتم که الیکس چات برام هیچی نمیفرسته. الان بچه ها برام فرستاد. ایول بچه ها. بعد بچه ها یه چیز عجیب غریب آخر همین کوچه است بچه ها. آخر همین کوچه است بچه ها. این دقیقه همین روبروی که ما هیچی نیست ولی در واقع چیزی هست. اینجا خاکمونه. اینجا آبه ولی خاک ماست. خب بله الان بچه ها کم کم معلوم میشه. آخ یه پول دیگه هم بکنم با بگیریم. پولدار شدیم رفت. خب بچه ها من یه نقشه ریختم بچه ها. اگه همینجور یه دفعه‌ای بریم توی پایگاه پلیس شک میکنم. باید بریم ببینیم موتور اونجاست اصلا کاری میتونیم بکنیم. میگم بچه ها از اینجا بریم بالا. دریفت عشق کردیم بچه ها. بچه ها این دوچرخه‌ای هم که میبینید مال پسر داییم فرانکلین. ازش گرفتم و حالا بهش پس هم ندادم. اونم یادش رفته بچه. این دیگه دوچرخه مال منه. دوچرخه مال منه. ایست. خب بیا پایین بچه ها. این خونه رو نگاه. هی بچه ها میشه واقعا ما یه روزی این خونه رو داشته باشیم انشالله که بشه. کالا کاسکتو در بیار. برو اسنایپ. اگه بشه بچه چیزی دید خیلی خوبه. خب بچه ها بریم داخلش رو ببینیم. اینجا کجا پلیسه؟ نه اینجا بچه ها اینجا فعلا کسی نیست بچه ها. فکر کنم امروز چون که روز تیر نزن. امروز چون که بچه ها روز تعطیله فکر کنم بچه ها اونقدی شلوغ نیست. راحت میتونیم بریم دزدی کنیم. بدو خشابو بردار. برو بچه ها انشالله بتونیم بچه ها این دزدی رو به ثمر برسونیم. یه پول درست حسابی بریم یه غذای درست حسابی بخوریم. بدو یه دیریفیکیشن جان. عجب دوچرخه یه. ولی بچه ها الان میخواسته باشیم مثلا بریم یه جایی مثلا دزدی شده وایسیم بریم یه نقشه‌ای بریزیم. وای لامبورگینی رو. واو فراری. وای دیشتلکشتان. بچه حداقل این دوچرخه از ما نگیرن اگه موفق نشدیم. اینو اینجا بذاریم بریم اونجا. بریم بچه ها ببینم اگه بتونم ازش دزدی کنم خیلی خوبه. فکر کنم بچه موتورهای الیکس شد مثلا از همین داغون پاغون ها هست. مثلا خراب شده مثلا یه چیزی فقط توش داره. فکر کنم از همون هست. بچه وایسید.
وایسین بچه میبینید یکی فقط اونجاست. واو یه موسی بن جعفر. بچه اول برم یه دور پیشش بزنم، مثلا میخواستم باشم یه کاری کنم. وای بچه موتور رو نگاه، موتور رو نگاه. چاکر اوسسقر نوکرم، سرباز اوسسقر. یا بچه موتور از آینده است. وای بچه ببینم همینجا نمیتونم سوارش بشم. نه بچه کلید میخوره. وای کلیدش حتما داخله. امیدوارم بچه کسی نفهمه. بس سلام، چاکرم، خیلی ممنون، چاکرم. آره اون پشت رو نگاه. چه سری برو سری برو کشتمش. برو کجاست؟ اینجا نیست. با دیگه اینجا باید اینجا باشه دیگه. اینجا نیست. طبقه بالاه طبقه بالاه. برو طبقه بالا. بدو طبقه بالا. اینجا هم چیزی نیست. این چی اینجا افتاده؟ کلیده بچه، کلیده برداشتم. بدو خوبه پلیس دنبال من افتاده. بدو سری بچه، انشالله کلید خودش باشه. برو جنازش کجا رفت؟ وای رفته پلیسا رو خبر کنه. بدو برو سوار شو. کلید خودشه. آره بچه کلید خودش. وای بچه موتور رو نگاه، عشق میکنه آدم بچه سوارش میشه. برو الان پلیس میاد. وای من تا حالا بچه موتور نروندم، این اولین بارمه. وای حالا بچه پولی نداشتم که موتور برونم. وای خیلی سخته بچه موتور. وای بچه موتور خیلی سخته. وای بدو همون جایی که بچه، همون جایی که اول دید زدیم اینجا رو. بدو اینجا. وای بدو آفرین همینجا. وای همینجا. وای خدا همینجا خوبه. همینجا بچه خوبه. فعلا بچه سویچش هم رو خودش میذارم. وایسین بچه برم. برو. وای آخ بچه دوچرخه خودم موند. برو ولی بچه دوچرخه فرانکلین اگه میرفتم میگرفتم. بچه تا وقتی زنگ بزنم. الیکس شات بخشید. الو سلام الیکس شات، خوبی؟ سلام. تونستی میدوزی محمد؟ آره آقای الیکس شات. زود تونستی واقعا، دزد ماری هستی. ممنون. حالا آقای الیکس شات، من لوکیشن اونجایی که گذاشتم دوچرخه رو موتور رو گذاشتم. عجب موتور خفنی دارید، قابل نداره واقعا. نه شوخی کردم. بله. چقدر پول برام میزنید؟ الان وایسو برات میزنم. کاری نداری دیگه؟ آقای الیکس شات میشه از این بعد بیشتر با هم دیگه کار کنیم؟ آره تو خیلی واقعا پسر خوبی هستی، هم کار کنی هم میتونی ماموریت های سخت انجام بدی. از این بعد هر ماموریت خفنی بود برات به تو میگم. باشه آقای الیکس شات، خیلی ممنون. کاری نداری آقای الیکس؟ جاد نه، پولم الان برات میزنم. خداحافظ آقای الیکس جاد. وای بچه پول دار شدیم. وای بچه وایسی میبینم الیکس شات چقدر میزنه. وای 100,000 دلار بچه پول دار شدیم. وای دیگه بچه به این دوچرخه هم لازم ندارم. وای دوچرخه هم دیگه لازم ندارم. دوچرخه رو دیگه بچه پول دار شدم. بچه پول دار شدم. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد باشه حتما چنل رو سابسکرایب کنید، دکمه لایک بزنید، زنگوله رو بزنید. بچه ببخشید بک‌گراند خرابه چون که من الان اومدم یه جای دیگه، فکر گفتم برای شما باید حتما ویدیو رو بذارم. ویدیو رو حتما باید آماده کنم. بچه‌ها سوال براتون پیش اومده که چرا کاف پوشیدم. بچه‌ها اینجایی که اومدیم بچه‌ها به شدت سرده، خیلی بچه‌ها سرده، برای همین من دیگه کاف پوشیدم و براتون دارم ویدیو رکورد میکنم. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بای بای.